اقتصاد ایران از چند دوره تحریم که هدف از آن رهبران جمهوری اسلامی می باشند اذیت کشیده است و حالا باز عمیق‌تر خواهد شد. تحریم با فرمان اجرایی صادر شده، هدف آن اداره رهبری عالی جمهوری اسلامی و نزدیکان او می باشد. ما دسترسی آنها به ذخیره های مالی را تحریم می کنیم. پرزیدنت امریکا دوره نوی تحریم ایران را روز دوشنبه اعلان کرد. پیش از آن خبر رسید که امریکا بر ضد نظام کیبرنتیکی ایران که از سوی خدمات اکتشافی این کشور استفاده می شود عملیات پیش می برد. ایران حمله را عملی خلاف قانون‌های بین المللی نامیده تحریم‌ها را بی اثر خواند. این واقعا تحریم مونده که ایالات متحده اخیراً یا در 40 سال گذشته علیه ملت ما و کشور ما عملی نکرده باشه. و چند لحظه پس از امضای این فرمان ترامپ، استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا به خبرنگاران گفت که با فرمان اجرایی نوی پرزیدنت دونالد ترامپ میلیاردها دلار دیگر از دارایی‌های ایران مسدود خواهد شد. در همین حال پرزیدنت آمریکا میگوید که اگر ایران حاضر باشد او آماده مذاکرات با این کشور است. در این بین کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو با مقصد تشکیل یک ائتلاف سراسری بر مقابل ایران به عربستان سعودی و امارات متحده عرب سفر کرد. پامپئو ابراز داشت است که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی سر میز مذاکرات نشیند.